باید بگیم ما چیزیم که پول بهمون بده. سلام، ما انقدر سخت شده برامون زندگی که حتی گندم قرار مدرسه نره و من قرار شده بفرستمش خونه مردم کار کنه. بعد یه مشکلی که ما داریم، گندم تو باید معلوم باشی که نشون بدم ما شرایط مالی خوبی نداریم، به خاطر همین خوب باشه، بعد جدی باشیم. یه مشکل دیگه ای که گندم داره، نکن دیگه، واقعی باشیم. یه مشکل دیگه ای که گندم داره اینه که گندم هی دستشویش میریزه تو شلوارش، به خاطر دوباره باید بگیری. خیلی مجبور کارهای سختی بکنه. یه مشکل دیگه که داریم اینه که گندم اصلا لباس نداره بپوشه، اصلا همیشه بدون لباس مونده و من لباس براش از دیگران میگیرم میپوشه. یه مشکل دیگه که ما داریم، بیا بالا جدی باش، بیا بالا. همجور ناراحت. یه مشکل دیگه که ما داریم اینه که گندم هنوزم تو شلوارش دستشویی میکنه، چون باید خودت هم راضی باشی. خب توش گفتم تو جیش میکنی، پول نداریم، مدرسه نمیرین، خب تو ناراحت نمیشی؟ اینا رو گفتم من چرا انقدر حالا ناراحتی؟ خب اب نداره، اینا رو باید همه مثلا بدونن که تو خودت خواستی بگم. اشکالی نداره اینا رو بگم، توش گفتم تو جیش میکنی تو شلواره. باشه اب نداره، حالا من میرم پیشی. اب نداره؟ نه من میرم بغل پیشی. خب اگه همه اینا رو بشنون اشکالی نداره؟ اشکال نداره. چرا مهم نیست برات؟ نه مهم نیست. باش.